به محشر چون شوند اسرار ما فاش، ندارد سود ای بیداد و ای کاش. تمام خوب و بدهایی که کردیم به دفتر می کشیدن آن دو نقاش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دشنام و حقارت های فحش یکی از اخلاق رذیله و پست انسانی است که خداوند آن را دوست نمی دارد. متاسفانه امروزها اخلاق و کردار بعض جوانان این امت به درجه پست شده و فاسد شده است که با سخنان فحش و تحقیرآمیز خود دیگران را آزار می دهند. حتی چنین دشنام و حقارت های فحش خود را نواربرداری کرده در شبکه های اینترنتی پهن می کنند. سبحان الله، جرأت کرده گناه را آشکارا انجام دادن خیلی گناه زشت و ناپسند است که در حدیث آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند: کل امتی معافا الا المجاهرین. رواه البخاری و مسلم. یعنی همه امت من معاف است، یعنی خداوند آنها را می بخشد مگر شخصانی را که گناه را آشکارا انجام می دهند. یعنی خداوند گناه اون شخصانی را که گناه را در پیش چشم مردم و آشکارا انجام می دهند خداوند نمی بخشد. این برادران بیخبر از آنند که در برابر هر دشنام و حقارت خود یک نیکی و ثواب خود را برای همان شخصی که دشنامش می کنند می بخشند. برادران عزیز، به این حدیث گوهرباری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوب گوش اندازید که حال دشنام کنندگان در روز قیامت چگونه است. عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: اتدرون ما المفلس؟ از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا میدانید که مفلس کیست؟ قالوا: المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. اصحاب پیامبر گفتند: مفلس در میان ما کسی است که درهم و متاعی ندارد. فقال: ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: مفلس در میان امت من کسی است که روز قیامت با نماز و روزه و زکات می آید، در حالی که یکی را دشنام داده دیگری را به زنا متهم ساخته است، مال کسی را خورده و یا خون کسی را ریخته است و یا کسی را زده است، یعنی حقوق دیگران را بسیار تلف کرده است. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. و به این از نیکی ها و حسناتش داده می شود، به این هم از حسنات و نیکی هایش داده می شود. یعنی از نیکی ها و از ثواب های دشنام کننده به هر یکی از دشنام شدگان داده می شود. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. اگر نیکی ها و ثواب هایش قبل از ادای حقوق که بر وی است تمام شود، از گناهانشان گرفته شده و بر دوشش نهاده می شود. یعنی اگر ثواب های دشنام کننده کمی کند و تمام شود، گناهان دشنام شدگان را به دوش همین دشنام کننده نهاده می شود و سپس به آتش افکنده می شود. روایت مسلم، احمد و ترمذی. برادر عزیز، باری هم چنین حدیث ها را شنیده ای؟ وقتی دشنام و حقارت های فحش می نویسی یا نواربرداری کرده در معرض تماشای همگان میمانی، باری هم فکر نمی کنی که از این کاری من خداوند ناراض است؟ شما با این دشنام و حقارت های خود گمان کردید که سود و فایده به دست آورده اید؟ نه،
قسم به خدا که روز قیامت نیکی هایت را برای کسی که دشنامش کرده ای می بخشی و در آن روز غیر از این دیگر چاره ای نداری. شما با این کردار ناپسند خود فقط بد اخلاقی و بی ادبی خود را نشان می دهید. این کاری خوبی نیست. ببین برادر که همه شرحنویسان، یعنی شخصانی که کامنتری می نویسند در تحت نوار شما، بر شما دشنام و حقارت های فحش می نویسند. کسی بر شما رحمت نمی گوید. پس این نشانه آن است که این کار شما خیلی زشت و ناپسند است. برادر عزیز، توبه کن از همه این گونه بی ادبی ها و یک مسلمان واقعی باش. و السلام علی من اتبع الهدى. به محشر چون شوند اسرار ما فاش، ندارد سود ای بیداد و ای کاش. تمام خوب و بدهایی که کردیم به دفتر می کشیدن آن دو نقاش، به دفتر می کشیدن آن دو نقاش. چو مصعب دست و جان در راه دین ده، دو دستت را به رب العالمین ده. نهادی دست خود در دست شیطان، رهایش کن به خیر المرسلین ده، رهایش کن به خیر